در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ منازعه و مشکلات خانوادگی میان دو خانواده که سالها بدیس رخ داده بود با تلاش رئیس اداره اقوام سرحدات و قبایل ولایت بلخ خاتمه یافت. بزرگان قومی و مسئولین در زمینه نشست‌های را برپا کردند و در راستای رفع این مشکل با طرفین گفت و شنیدی نمودند که سرانجام طرفین وادار به دوستی و خویشاوندی گردیدند و مشکلات خانوادگی و خشونت‌های پیش آمده را کنار گذاشته و همدیگر را به آغوش گرفتند. ریاست اقوام قبایل و سرحدات ولایت بلخ از سالها بدیس و سعی دارند تا مشکلات و چالش‌ها و منازعات قومی را حل و فصل نماید. این مشکل در ناحیه نهم شهر مزار شریف 3 سال قبل رخ داده بود که طرفین پس از تلاش‌های ریاست اقوام سرحدات و قبایل ولایت بلخ با هم آشتی نموده و تعهد سپردند که در راستای تامین عدالت اجتماعی و برادری با هم در کنار هم می باشند.